بهتون یه ماسکی رو یاد بدم که پوست رو سفید میکنه و چین و چروکای صورت و اطراف چشم رو محو میکنه. این ماسک مملو از مواد مغذی، پروتئینی، ویتامین و کلاژن طبیعی برای پوست هستش که به تمام افراد توصیه میکنم این ماسک رو استفاده کنن، مخصوصا برای افراد، خانم ها و آقایونی که بالای 40 سال دارن. خب قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً لایک رو برام بزنید تا فراموش نکردین، بعد هم با هم دیگه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. اولین ترکیبی که احتیاج دارین یک قاشق غذاخوری آرد سفید. آرد سفید نقش اساسی توی این ماسک داره برای سفت کردن پوستتون، محو کردن چروک ها و از بین بردن لکه های تیره. از آرد سفید استفاده میکنیم. دومین ترکیبی که احتیاج داریم ماست ساده است. ماست حاوی اسید لاکتیکه که منافذ رو تمیز میکنه و لکه‌های تیره رو محو میکنه. ما به 1.5 قاشق غذاخوری ماست احتیاج داریم که با آردمون ترکیب میکنیم و اینقدر به هم میزنیم